روزهای مستحب را جدا ثبت کنیم برای آسان شدن برای طالب علمان. روزهایی که روزه گرفتن آن مستحب است خواهران عزیز، روز دوشنبه و پنجشنبه هست که درباره‌اش حدیث هم آمده است و این سنت عملی هم هست. پیامبر دوشنبه و پنجشنبه روزه میگرفتند. این چنین ایام بید میگویند، روزهایی که 13 14 هر ماه هست، یعنی 13 14 هر ماه روزه گرفتن هم از روزه های چی هست؟ روزه های مستحبی هست. اما روزه فرضی چی؟ روزه فرضی خواهران عزیز، ما دو نمود روزه فرضی داریم. یکم روزه که ما برای خود یا در گردن ما قرض است، روزه قرضی. چی اون قرض رمضان باشد، چی قرض باشد که ما نذر کردیم و نگرفتیم، چه خیلی که پیشتر گفتم، یا روزهایی که ما قسم خوردیم و میگیریم گفتیم و نگرفتیم. روزه هایی که شما روزه قرضی تان است یا روزه های نذری تان هست که گفتید مثلا فلان کار شد من روزه میگیرم، این روزها را فقط در همون 4 روز عید و 1 روز عید قربان، ببخشید عید رمضان، همگی چی می شود؟ آنها را فقط در همین 5 روز گرفتن ممکن نیست، یعنی در روزهای عید 4 روز عید قربان و 1 روز عید رمضان گرفتن ممکن نیست. دیگر کی خواهید حتی روز جمعه هم، خیلی گفتم 1 روز 2 روز پیش از رمضان هم گرفته می توانید. در نزد 4 مذهب، در نزد تمام علما بگویم، آنهایی که روزه قضاگی میگیرن یا نذری میگیرن به جز همین 5 روز که روزهای عید قربان و عید رمضان است، دیگر کی خواستن آن قرضهای خود را میگیرن. دیگر روز جمعه خواستن جمعه، شنبه خواستن شنبه، کی خواستن میگیرن. ولیکن همین روزها مخصوص حتی قرضی باشد هم روزهشان را نمیگیرن. و روزه های قرضی را انسان نگرفت گناهگار است، پس از مرگش هم از آن پرسیده می شود و انشاءالله کسی که بالایش روزه قرض است و مرد چی می شود بعداً در همین کتاب دربارش با تفصیل صحبت میکنیم. اما یعنی روزه که شما روزه قضاگی دارید یا روزه که به گردنتان از روی نذری کردهتان یا قسم خوردهتان یا کفاره، خیلی گفتیم کفاره قسم شکستهتان، یا برای مردها کفاره مثلا زیهار و چیزی دیگر، اینها روزی مخصوصشون نیست. فقط در همین 5 روز که عید قربان و عید رمضان هست نمیگیرن. دیگر کی خواستن این روزه رو میگیرن، کی خواستن میگیرن. و برای روزه قرض گرفتن یا روزه هایی که به گردنت فرض است اجازت شوهر هم لازم نیست. ولی روزه رمضان یعنی وقتی روزه های قرضی گفتیم تمام سال است، تمام سال شما میتوانید روزه های قرضیتان رو بگیرید. اما روزه فرضی که رمضان است خیلی میدانیم و فقط در رمضان گرفته می شود، در 1 سال 1 بار. و ماه رمضان هم با دیدن ماه هلال میگویند، ماهی خیلی محتابک باریکی که وقتی که شعبان تمام می شود نمایان می شود روزه شروع می شود. یعنی از روی کلندر 30 روز و 29 روز نیو پیامبر چه میگویند؟ صوموا لرؤیته و افطروا لرؤیته. شما ماهتاب رو دیده روزه رو شروع کنید و ماهتاب رو دیده روزه رو تمام کنید. و میگویند ماه یا 29 روز است یا 30 روز است و اکثریت وقت 29 روز است که الحمدلله با پیشروی این همه تکنولوژی، با پیشروی این همه علمی فلک و اینها ماهتاب را دیدن خیلی آسان شده است و تقریبا هر سال از همه پیش عربستان سعودی اعلان میکند. پس خواهران عزیز روزه های مکروه را گفتیم و روزه های مستحب را گفتیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم روز دوشنبه و روز پنجشنبه، این چنین روز 10 ماه محرم که 10 11 12 3 روز باشد باز بهتر میگویند. علل خصوص از آثار صحابه هست یا از عمل صحابه است که پیامبر اگر 10 گرفته باشن هم اگر سال دیگر زنده باشم 9 میگیرم گفته بودن، 9 و 10 گرفتنش مستحب است. و این چنین 3 روز ایام بیض میگویند 13 و 14 و 15. و اگر کسی قوت داشته باشد روزه داوود هم 1 روز روزه گرفتن و 1 روز خوردن روزهای مستحب است. اما یکی اینها رو نگرفتید، یعنی 1 دوشنبه روزه گرفتید و دوشنبه دیگر نگرفتید، شما به این گناهگار نمیشوید. یا 1 پنجشنبه گرفتید و 1 پنجشنبه دیگر نگرفتید، به این گناهگار نمیشوید. اما مسئله روزه قضاگی هست. روزه قضاگی به جز این روزهای عید حتما باید
از همه پیش زود گرفته شود، چون این قرض شما برگردنتان از تو صاحب این قرض الله هست. یعنی باید قرضی که برگردنتان است و شما از الله قرضدار هستید، روزه قضاگیتان رو بگیرید و هر روز و هر وقت شما کی توانستید، چه جمعه باشد چه شنبه گفتیم گرفته میتوانید. که این درباره روزه بود. و درباره شرط ها و رکن های روزه داری الله نصیب کرده باشد درس دیگر میگیریم تا که برایتان زیاد نشود.